اکثر مشتریایی که مراجعه میکنن برای اجرای کاور یا بادی فنس اکثرا دغدغه‌شون اینه که زمانی که میخوان کاور ریموو بشه به رنگ آسیب میرسه یا نه. این ماشین اگه یادتون باشه تو نمایشگاه ما اینو کاور کردیم، مدل پی پی اف بلک مات هم هستش. الان میخوام ریمووش کنم، اومدم دقیقاً رو در موتورش که حرارت بیشتری داره و احتمال داره که رنگ آسیب ببینه رو میخوام با هم ریموو کنیم، ببینیم واقعا اتفاقی برای رنگ میفته. ریموو بادی فنس اپتیما هم تموم شد. همینجوری که میبینید هیچ جای بدنه رنگش زمان ریموو کردن بلند نشد، هیچ آسیبی به رنگ نرسیده، جای رد و چسب روی بدنه نداریم و همینطور که میبینید بدنه مثل همون روزی که اول ما اینو کاور کردیم همین مدلی و همین شکله، براقیتش بدون کوچکترین ایرادی.